دهها ساکن دهه خوجه علای اسفرای تاجیکستان و کوکتوش از بودکند قرقیزستان در نیمه دوم روز چهارشنبه در نزد مرکز تقسیم آب جمع شده برای نصب کردن یک دوربین نظارتی از طرف تاجیکستان مناقشه کردند. سبب سر زدن این مناقشه نصب دوربین نظارتی در نزد مرکز تقسیم آبی گلاونوی از سوی تاجیکستان شده است. با نصب این دوربین تاجیکستان می‌خواهد جریان تقسیم برابر و عادلانه آب را نظارت کند. در اینجا جانب قرقیزستان قبلا چنین یک دوربین نظارتی را نصب کرده است، اما با نصب دوربین از جانب تاجیکستان سردبانان قرقیز مخالفت کرده طلب نمودند نصب دوربین خاتمه داده شود. شاهدان از دو جانب صدای تیراندازی را شنیدند. طور شرکت‌داران مناقشه گفتند در نتیجه سنگ‌اندازی چند نفر از دو طرف زخمی شدند. خبرنگار بخش قرقیزی رادیو آزادی نیز از محل حادثه گفت که ساکنان به طرف یکدیگر سنگ انداختند. یک مقام دهه خوجه علو گفت حادثه ساعت 3 بعد از ظهر آغاز شده تقریبا 3 ساعت ادامه کرده است. در نتیجه سنگ‌اندازی به گفته ساکنان خوجه علو 15 نفر از ساکنان این دهه زخم برداشتند. جانب قرقیزستان از زخمی شدن 2 نفر از سرشان گزارش می‌دهند که به بیمارخانه‌ها انتقال داده شدند. مقامات تاجیکستان تا کنون این حادثه را توضیح ندادند، اما شاهدان عینی میگویند حال وضع به اعتدال آمده، ساکنان دو جانب پراکنده شدند. قبلا روز 17 اپریل در مرز اسفره و بودکند میان شهروندان دو کشور بر سر تقسیم آب بحث رخ داده بود. آن زمان کارمندان اداره آب بودکند در جماعت اقصای با سازی مرکز اساسی آب تقسیم کنی در دریای اقصی را آغاز کردند، اما مرزبانان تاجیک طلب نمودند که کار را قطع کنند. در جماعت واروخ به رادیو آزادی گفتند از این قبل روز 22 اپریل نمایندگان اداره‌های آبی سه کشور تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان در ولایت فرغانه مسئله تقسیم آب از مرکز گلاونوی را بررسی کردند، اما جانب‌ها بر سر تقسیم آب به موافقه نرسیدند. این نخستین مناقشه ساکنان اطراف مرکز تقسیم آب نبوده در ماه ینوری سال 2014 بین تاجیکستان و قرقیزستان درگیری صورت گرفت و در آن حادثه از دو طرف 9 کس مجروح شد. مرکز تقسیم آب را سالهای 60 ساختند.